چندین رسانه آمریکایی با تکیه به منبع‌های خود خبر دادند که پرزیدنت دونالد ترامپ در فکر این است که هزارها نیروی زمینی را برای تقویت عملیات حربی به خاورمیانه فرستد. خود ترامپ روز 19 مارس نقشه جایگیر کردن نیروهای بیشتر را در منطقه رد نمود، ولی اشاره کرد که همه درها باز میمانند. نه، من نیروها را در هیچ جا مستقر نمی کنم. اگر هم می کردم بی‌شبهه به شما نمی گفتم، ولی من نیرو نمی فرستم. یک منبع با شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت فعلا هیچ قرار درباره ارسال نیروهای زمینی وجود ندارد، ولی رئیس جمهور ترامپ عاقلانه همه گزینه‌ها را در اختیار خود نگه می‌دارد. این منبع گفته است پرزیدنت آمریکا تمام تلاشش را برای رسیدن به هدف‌های عملیات خشم حماسه‌ای روانه کرده. در این راه باید اقتدار موشک‌های بالستیکی ایران، نیروی دریایی و سازمان‌های تروریستی رو به جمهوری اسلامی را که در بی‌ثبات‌سازی منطقه دست دارند نابود کند و نگذارد که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این موضوع را شرح نمی‌دهد. وزیر دفاع یا جنگ آمریکا پیت هگست روز 19 مارس گفت که هدفهای ایالات متحده در جنگ ضد ایران از آغاز حمله در روز 28 فوریه دیگر نشده است. نشریه واشنگتن پست با تکیه به یک منبع بلند مقام روز 18 مارس نوشت بعد از آنکه کاخ سفید از کنگره خواست برای دادن 200 میلیارد دلار برای جنگ ضد ایران راضی شود، هگست گفته است برای کشتن بچه‌های بد پول در کار است. خبرگزاری ریترز با تکیه به 3 منبع گزارش داد که مأموریت آمریکا این چنین امکان استقرار نیروهای زمینی را در جزیره خارگ ایران بررسی دارد، چون آنجا نقطه مهمی صادرات 90% از نفت ایران دانسته می شود. ایران می داند که وقتی شما به جزیره خارگ و انشاءات حربی که با انتقال بار مشغولان ضربه می زنید و ما حالا همین کار را می کنیم. ما حرکتی همه گونه بار همه چیز را بازداشته می توانیم. ریترز با تکیه به 4 منبع از جمله 2 مقام آمریکایی نوشت که نیروهای علاوگی به ترامپ امکانیت‌های بیشتر می‌دهند، از جمله در عبور امنی نفتکش‌ها توسط گلوگاه هرمز مساعدت می‌کنند. منبع‌ها می‌گویند چنین عملیات اساساً توسط هوا و بحر می‌تواند انجام شود و برای این جایگیر کردن نیروی بیشتر لازم است.